سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به روش گرفتن ووزینیا با شانس رایگان اول. 3 تا شانس داریم. آقا این تو اکانت کلیریه، ما براتون اینجا تست کنم. رو اکانت هستیم با همین روش هایلایت گرفتم. خب بریم اول اون 2 تا پک رو بزنیم، بعدش ببینیم ووزینیا روش رو بهتون بگم. این کارهایی که انجام میدم برای این پک برای ووزینیا خیلی خوبه. دوبار ریست میزنیم پک رو بلینکام، سومی هم ریست میزنیم، بعد میریم هی کنسل رو میزنیم. تو ریست که میریم هی کنسل رو بزنیم. بچه من کاغذی رو نوشتم، شما هم اینجا اینو بنویسید. حالا با شانس رایگان اول یکم بالا پایین میکنیم و هی میخوایم بریم بزنیم کنسل میکنیم. میریم چند بار بلینگامو برمیگردونیم. این روش بیشتر برای ووزینیا، آقای ووزینیا. بچه ووزینیا غیر رایگانه چون 7 شانس داره، همه میگن رایگانه، ولی ببین چجوری بگم، خب شانس گرفتنش خیلی سخته. اون به نظر من غیر رایگان حساب میشه. طبق این روش چند بار ویدیو رو ببینید کامل متوجه میشید که این روش رو جوابه واقعا. چند کنسل میریم تو باکس جود بلینگام، میریم تو ترکیب یه رفرش بخوره. این کلیری خواهم خب بله رفرش خورد. بچه با حتما با وی پی ام باشید، بدون هیچ کنسلی میزنیم، میدونم که شاید بگیریم شاید نگیریم، من نگرفتیم، ولی این روش برای باکس آقای ووزینیا که این کارا رو میکنیم. برای ووزینیا زیاد کار خاصی نمیخواد کنیم. مینی پک آقای ووزینیا این کارش انجام میدم، دقیق انجام بدید. دقیق یه بار ووزینیا رو برمیگردونیم، شانسش یه شانسل میزنیم و بله بنازم جناب آقای ووزینیا رو گرفتیم. بنازم بچه، بنازم. عالی. بله حال کنید به قرآن بچه. این روش واقعا جواب تو اکانت اصلی من همین روش رو زدم، هایلایت گرفتم. بله بنازم، خدایی بنازم. بریم ترکیب بهتون نشون بدم. این میریم برای باکس رونالدو مسی که این بارم چند بار ریست میزنیم که شاید یه رونالدو یا مسی داد. از کجا معلوم؟ بله این ویدیو کلیک بیت نبود خدا باشیدی. یعنی من همون روش رو به نظر من این روش رو من خودم انگار اختراع کردم. یعنی زدم من اکانت هم ویدیوش گرفتم یودیم هایلایت داد. بعد 2 تا دیگه اکانت زدم، یه نش ووزینیا داد، اون یکی هایلایت داد. یعنی این روش هایلایت میگیری یا ووزینیا. اگه یه چیزیش هم اشتباه انجام بدی، حالا که مثلا من این ویدیو رو میذارم باکس بلینگام رفته، ولی شما میتونید همین کارا رو پک خودش کنید. آقای ووزینیا میریم تو اکانت بهتون ووزینیا نشون بدم. این جیمی واردی رو میزنیم دروازه که یکم گناهی فکر کنم اکانت مکان نداریم، یعنی هیچی تو اکانت نی. بریم سراغ آقای رونالدو. بله میره بچه ها، قطعا باکسشون میره، فقط برای همون ووزینیا همین کارو کنید. برید برای پک های دیگه این کار کنید، اون روش ها رو بزنید و بیایید برای آقای ووزینیا بزنید. رونالدو هم هیچی نداد، یه شانس رایگان آنگورام داریم اونم بزنیم. و رونیه CF رونیه بچه، رونیه نه یکی دیگه است فکرم رونی داد. بله آقا شانس همون تمام شد. خیلی ممنون تا آخر ویدیو همراه ما بودید. خداحافظ.